ذات افغانستان خود تباه کردیم. نه کاش که کوشش بسیار کردم که صلح و آرامی بیاید. نتونستی. نه نشد که همکاری نکردن. از زحمت ما خودم راضی نیستم که به قسمی که اوضاع آمدم و بسیار زحمت کشیدم. ما من حیث یک زن چقدر رنج میکشم از اوضاعی که پیش آمده. ما رنج میکشم که به میلیون ها دختر زن افغان امروز به دست طالبان هستند. بسیار متاثر هستم. ما خودم از تعلیم بسیار استفاده کردیم. میخوام هر افغان است. شما نمیفهمیدین با آمدن طالبان اوتر یک وضعیت پیش میآید. امریکا فیصله کرد که برای کوشش ما بود که بین طالبان و دیگر افغان‌ها یک تفاهم بیاید برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان‌ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره. این کار ناتمام است. شما فکر نمیکنین که اشتباه کردین که به طالبان اعتماد کردین، به گفته ها به وعده‌ای که اونا دادن؟ مسئله اعتماد هیچ وقت نبوده. مسئله بوده که با دقایقی که وجود داشت، فیصله‌ای که صورت گرفته بود، چی شده میتونه چی شده نمیتونست. هیچ وقت مسئله اعتماد نبوده. مسئله کوشش بوده که یک تفاهم بیاید. ما زیادتر افغانستان معذرت نمیخوایم به خاطر آنچه که پیش آمده. ما معذرت نمیخوایم با دو کسایی که مسئول از این کار هستن که برای خود جور نیامدن. بسیار بزرگ داشتین در این مسئله. داشتم که یعنی اگر ما کوشش خودم تا اندازه‌ای که امکان داشت نمیکردم، گپ شما بجاست. اما رول من بود تشویق کنم، کوشش کنم، دنیا را قانع کنم تا اندازه امکان داشته باشه، افغان‌ها را قانع کنم. بدبختانه که کار صورت نگرفت. من راضی نیستم از قسمه که بازم میگه که اگر چیزی که من کوشش داشتم اگر تفاهم صورت میگیره ممکن جنجال زیادتر میبود. دکتر عبدالله و اشرف غنی نتونستن با دیگه همکاری کنن. طالب و غیر طالب چطور؟ یک مشکلی هست که باید دربارش فکر کرد که چرا چانسایی که به دست میاد از استفاده درست نمیشه. شما سلامت باشین، زنده باشین.